حبیب الله موتابی بافرویی از استان یزد، شهر ملی موتابی بافروییه. این چرخ کار نخریسی حالا انجام بده، یعنی مو را میتابونه تبدیل به نخ میکنه. روش کارش اینه که این چوب را ما بم کنم به این تناب قلاب میکنم، باعث میشه که این بچرخ. همچنین که عقب میرم این سرپر میچرخه، سرپر هم دوش بندی هست به دوک وصله. همچنین که عقب میرم تاب میخوره و مو را میتابونه و تبدیل به نخ میکنه. خدمت این کارم تقریبا 200 سال خدمت داره. منم نسل سومش هستم، در حدود 55 سال است مشغول به این کار هستم و محصول این نخ موتابی میشه سیاه چادر. سیاه چادر خاصیت این موی بود اینه که آب باران که بهش میخوره چشمش کاملا بسته میشه، اصلا آب تو سیاه چادر نمیاد. برعکس آفتاب که میخوره چشمش باد میشه، خیلی خنکه. اگه مثلا یه آفتاب نصبش بکنید تا 10-12 درجه هواش خنک‌تر است زیر آفتاب مستقیمه، چون چشماش باز هوا رفت اومد میکنه و خیلی خنک هم هست. از حدود 5 سالم بوده میرفتم کارگاه خدا بیامرز بابام، اونجا بالاخره یاد گرفتم و از اونجا که یاد گرفتم همیشه مشغول به این کار بودم. مدرسه اگه میرفتم ظهر حتما باز مثلا 20 نخ 30 نخ بریسم تا برم مدرسه رم. تعطیلات تا کارم همین بوده و حالا که بازنشسته شدم کارم همین است. من 30 سال آفسرش خدمت کردم و در سال 93 بازنشسته شدم. 10 سالم است الان مشغول دوباره برگشتم به کار زنده کرد. این کار داشت از بین میرفت، 7-8 سال از بین داشت میرفت که من چون به اجدادم علاقه داشتم می‌خواستم این صنعت از بین نره و احیاش کردم. حالا هم رونقش هم بیشتر کرد، احیاش بیشتر کردم. این کار زحمتش زیاد است، درآمدش کمه ولی برکت داره. پولش درست حساب خرج بشه، با زحمت به دست میاد. دستنج این پدر من 8 بچه داشته، 8 اولاد داشته، 4 تا پسر 4 تا دختر و همشون از همین راه دستنجش و هزینه‌اش از همین راه به دست آورده. کارش فقط همین موتابی بوده و تمام همشون به خونه دخترام به خونه فرستاده و پسرام به خونه برشون ساخته برشون با همین چیه کار موتابی. این بافندگی سیاه چادر، نخ سیاه چادر که اینا این رنگش کردیم به خاطر اینکه رنگ دیوار باشه، بر دیوار سیاه چادر دور سیاه چادر به کار بره که سنتی بشه، که کاغذ در بودیم که سنتی باشه، بومی باشه. سقفش بشکیه. بهش من سرپر کارش چرخیدنه، این بهش من بند، این بندی که دور سرپر میچیده، این گردنه، این بند، این تختک بگن، این بهش من پیوک این دوک رو نگر میداره. این بهش من کنده چرخ موتابی. این که خیلی این سرکر، این سرپر، اینا آسیوش میگم، آسیاب بهش میگن، آسیاب سرپر که این میرا